چطوری میتونید خونتون رو به فضا بفرستید و در مدار زمین قرار بدین؟ خب پروسه خیلی ساده ایه. اول باید یه موشکی رو پیدا کنید که بتونه خونتون رو حمل کنه و به فضا ببره. اینجور موشک‌ها معمولاً دارای چندین مرحله هستن که هر کدوم وظیفه خاصی دارن. مرحله اول موشک مقداری زیادی سوخت رو میسوزونه تا نیروی کافی برای غلبه بر جاذبه زمین ایجاد کنه که باید به ارتفاع حداقل 100 کیلومتری برسه که تأثیر مقاومت و اصطکاک هوا رو موشک کمتر باشه. بعد از خارج شدن از قسمت متراکم اتمسفر، مرحله اول از سیستم اصلی جدا میشه و به زمین برمیگرده. و اینجاست که مرحله دوم موشک وارد کار میشه و کارش اینه که خونتون رو به سرعت مداری مناسبی برسونه که در مدار نگه داشته بشه. اگه سرعت خونه کمتر از حد لازم باشه به زمین سقوط میکنه و اگرم بیشتر باشه از میدان جاذبه زمین خارج میشه و دیگه نمیتونیم به اون خونه دسترسی داشته باشیم. مثلا اگه بخواید خونتون رو در مدار پایینی زمین قرار بدین که ارتفاع حدود 500 کیلومتری رو داره، باید به سرعت 28000 کیلومتر در ساعت اون رو برسونید. وقتی خونتون به سرعت مداری مناسب برسه از قسمت دوم موشک جدا میشه و به فعالیت مستقل خودش میتونه ادامه بده.